اوایل نوامبر بود که من و دوستانم کیت و سارا کلب‌های دورافتاده را در عمق جنگل اجاره کردیم. عکس‌های آنلاین کلبه را دنج و آرام نشان می‌داد. اما وقتی رسیدیم متوجه شدیم واقعیت بسیار متفاوت است. کلبه قدیمی و فرسوده بود، رنگ دیوارها پوسته پوسته شده بود، ایوان زیر پا می‌لرزید و سکوت جنگل اطراف آن بهتر از غیرعادی سنگین بود. شب اول همه چیز عادی به نظر می‌رسید. شام خوردیم و کنار شومینه نشستیم و درباره برنامه روز بعد صحبت کردیم. اما وقتی شب عمیق‌تر شد، حس کردم چیزی اشتباه است. نیمه شب صدای اولین ضربه را شنیدیم، ضرب‌های آرام و ریتمدار که از پنجره می‌آمد. کیت با خندهای عصبی گفت شاید شاخه درخته، اما من و سارا نگاهی پر از وحشت رد و بدل کردیم. ضربه‌ها ادامه پیدا کردند، از یک پنجره به پنجره دیگر، انگار کسی عمداً دور کلبه می‌چرخید. بالاخره سارا پرده را کنار زد و نگاهی به بیرون انداخت. او با وحشت عقب رفت و گفت یه زن بیرون ایستاده. فقط نگاه میکنه. صبح روز بعد ردپاهایی اطراف کلبه دیدیم. کوچک بودند، مثل ردپای یک کودک، اما حالتشان عجیب بود. ردها فقط به سمت کلبه می آمدند و هیچ ردی از برگشتن نبود. شب دوم ضربها شدیدتر شدند. بعد صدای چرخیدن دستگیره درآمد. صدای زنی که از پشت در گفت خواهش میکنم منو راه بدین. خیلی سرده، صدایش لرزان و ملتمسانه بود، اما چیزی در آن اشتباه به نظر می رسید. ما جواب ندادیم. بعد صدای کوبیدن در شروع شد، محکم و شدید، طوری که انگار کسی میخواست وارد شود. اما وقتی از پنجره نگاه کردیم، هیچ کس آنجا نبود. فقط تاریکی و برفی که کاملا دست نخورده بود. شب سوم وقتی خواب بودم، صدایی مرا بیدار کرد. زنی بیرون پنجره بود. صورتش به شیشه چسبیده بود، چشمانش خونالود و دهانش با لبخندی وحشتناک باز بود. آرام زمزمه میکرد منو راه بده. و این جمله رو بارها تکرار کرد. روز بعد هرچه داشتیم رها کردیم و فرار کردیم. ماه‌ها بعد در جیب کتم یادداشتی پیدا کردم که با خطی ناخوانا نوشته شده بود دوباره میبینمت. یک شب سرد نوامبر بود که من و برادرم تصمیم گرفتیم آخر هفته‌ای را در کلبه خانوادگی قدیمی مان سپری کنیم. سالها بود که از این کلبه استفاده نشده بود و جنگل اطراف آن وحشی و متروک شده بود. وقتی رسیدیم، نور طلایی خورشید سایه‌های بلند و ترسناکی روی درختان انداخته بود. کلبه با اینکه کوچک و قدیمی بود، به نظر می رسید که می تواند پناهگاه خوبی از سرمای بیرون باشد. شب اول همه چیز آرام معمولی بود. شومینه را روشن کردیم، وسایل را مرتب کردیم و درباره روزهای گذشته حرف زدیم. اما همان شب وقتی چراغ‌ها را خاموش کردیم تا بخوابیم، سکوت عجیب جنگل را احساس کردم. هیچ صدایی نبود، نه صدای باد، نه حیوانات. فقط سکوتی سنگین و ناراحت کننده. نیمه شب صداهایی از بیرون شنیدیم، خشخش برگ‌ها و شکستن شاخه‌ها. برادرم گفت شاید حیواناته، اما نگاه نگرانش چیز دیگری را نشان میداد. من هم حس بدی داشتم، اما سعی کردم خودم را آرام کنم. شب دوم صداها شدیدتر شدند. این بار صدای پاهایی سنگین و نامنظم از بیرون می آمد. به نظر می رسید کسی اطراف کلبه قدم می زند. برادرم گفت ما باید بفهمیم این صداها از کجا میان. با چراغ به دل جنگل زدیم. چند دقیقه‌ای در میان درختان تاریک قدم زدیم تا به یک کمپ متروک رسیدیم. وسط کمپ چادری کهنه یک آتش خاموش و استخوان‌هایی پراکنده بود. جعبه‌های چوبی هم آنجا بود که داخل آن ابزار زنگ زده پیدا کردیم. ناگهان مردی از سایه‌ها بیرون آمد، بلندقد، لاغر، با لباس‌هایی پاره و چشمانی وحشی. صورتش از لاغری به استخوان چسبیده بود و دستانش پر از خراش و زخم بود. با صدایی خشن گفت اینجا خونه منه. شما نباید اینجا باشین. با وحشت عقب رفتیم و زیر لب عذرخواهی کردیم. اما او ما را دنبال کرد. قدمهایش آرام و حساب شده بود و لبخندی ترسناک روی صورتش داشت. گفت شما اومدین که بمیرین؟ نه. صدایش مثل تیغ روی پوست کشیده میشد. به سمت کلبه دویدیم، اما حتی وقتی در را قفل کردیم، صدای خنده او از میان جنگل می آمد. صدا به دور کلبه می چرخید و بعد صدای خشخش روی دیوارها شروع شد، انگار چیزی تیز روی چوب کشیده می شد. تا صبح نخوابیدیم. وقتی بیرون رفتیم تا ماشین را آماده کنیم،
دیدیم هر 4 لاستیک پاره شده‌اند. وقتی از پنجره به سمت جنگل نگاه کردم، او را دیدم در سایه درختان ایستاده بود، با لبخندی پهن و دستانی که چیزی تاریک و خونالود رویشون بود. اواخر نوامبر بود که من و دوستانم، مایک و سارا، کلب‌های دورافتاده را برای آخر هفته اجاره کردیم. وقتی وارد کلبه شدیم، همه چیز در نگاه اول عادی به نظر می رسید. اما چیزی در فضای کلبه وجود داشت که حس ناخوشایندی به ما میداد. انگار چیزی در آنجا اشتباه بود، چیزی که نمی توانستیم توضیح دهیم. بیشترین چیزی که توجهمان را جلب کرد، درب زیرزمین بود. زنجیرهای سنگین به دور در پیچیده شده بود و قفلی زنگ زده آن را محکم نگه داشته بود. حتی نزدیک شدن به آن در حس بدی ایجاد می کرد، انگار چیزی درون زیرزمین زنده بود. وقتی صاحب کلبه کلیدها را به ما داد، به در اشاره کرد و گفت اون در رو باز نکنید. امن نیست، مایک با خنده گفت. یعنی چی؟ مگه تو زیرزمین چیه؟ صاحب خانه نگاه جدیایی به او کرد و گفت بعضی چیزها بهتر دست نخورده بمونن. دیگر چیزی نگفت و ما را با کنجکاویمان تنها گذاشت. کنجکاوی خطرناک. شب اول آرام بود. ما کنار شومینه نشستیم، شام خوردیم و درباره برنامه روز بعد صحبت کردیم. اما حتی وقتی سعی می کردم ذهنم را از آن دور کنم، نگاهم به سمت درب زیرزمین کشیده می شد. چیزی در آن در وجود داشت که مرا می ترساند، اما نمی توانستم در مقابل کنجکاویام مقاومت کنم. شب دوم مایک شروع کرد به اصرار. او گفت بیاید بازش کنیم. احتمالاً چیز جالبی اونجاست. شاید وسایل قدیمی یا فقط یک انباری متروکه. سارا گفت. صاحب خانه گفت بازش نکنیم. ممکنه خطرناک باشه. اما مایک خندید. خطرناک؟ احتمالاً فقط یه زیرزمین پر از خاکه. بالاخره مایک تب آورد و شروع به شکستن زنجیرها کرد. هر ضربه به زنجیر حس بدتری در من ایجاد می کرد. انگار کلبه با هر ضربه نفس می کشید. وقتی زنجیرها شکستند و قفل افتاد، در به آرامی باز شد. به قسمت تاریکی. همون لحظه که در باز شد، بوی وحشتناکی از زیر زمین بیرون زد، بویی شبیه مرگ و پوسیدگی که معده‌ام را به هم ریخت. هوای سردی از پله‌ها بالا می آمد و نفس کشیدن سخت‌تر شده بود. مایک چراغ قوه‌اش را روشن کرد و با اطمینان به سمت پله‌ها رفت. بیایید ببینیم. من و سارا با تردید پشت سرش رفتیم. هر قدم روی پله‌های چوبی صدایی شبیه ناله می‌داد. وقتی به پایین رسیدیم، اتاقی کوچک و تاریک دیدیم. دیوارها با خاک پوشیده شده بودند و وسط اتاق یک صندلی چوبی قرار داشت. روی صندلی یک عروسک بود. عروسک عجیب و قدیمی بود. دهانش با نخ سیاه دوخته شده بود و چشمانش دکمه‌های سیاه و براق بودند که انگار ما را نگاه می‌کردند. مایک جلو رفت و گفت فقط یه عروسکه. این بود چیزی که این همه درباره‌اش ترسیدیم. سارا گفت این وحشتناکه. نباید اینجا باشیم. اما مایک عروسک را برداشت. همون لحظه در زیر زمین با صدای بلند بسته شد. تاریکی همه جا را فرا گرفت و چراغ مایک خاموش شد. زمزمه ها و سایه ها. اول فقط سکوت بود. بعد صدای زمزمه هایی آرام شروع شد. برید بیرون. اینجا جای شما نیست. این صداها از همه جا می آمدند. انگار خود دیوارها با ما حرف می زدند. مایک تلاش کرد چراغ را دوباره روشن کند، اما موفق نشد. سارا شروع به گریه کرد و گفت ما باید بریم. در باز نمیشه. در تاریکی حس کردم چیزی سرد و خیس به دستم خورد. جیغ زدم و به سمت هوا مشت کوبیدم، اما چیزی ندیدم. مایک با تبر به چیزی ضربه زد، اما فقط صدای خنده های گوتیک بلندتر شد. عروسک از دستش افتاد و روی زمین غلتید. ناگهان چراغ روشن شد. عروسک دوباره روی صندلی بود، اما صورتش به سمت ما چرخیده بود و لبخندی عجیب روی دهان دوخته شدهاش دیده میشد. لک‌های قرمز روی لباسش بود، شبیه خون. سارا کجاست؟ سارا جیغ زد. دیگه نمیمونم. او به سمت پله‌ها دوید، اما قبل از اینکه به در برسد، تاریکی او را بلعید. صدای جیغش در گوشم پیچید، اما وقتی چراغ را به سمت پله‌ها گرفتیم، هیچ کس آنجا نبود. مایک گفت ما باید بریم پایین و دنبالش بگردیم، اما نمیتوانستم. پاهایم قفل شده بود. گفتم ما باید بریم. الان. بالاخره در را شکستیم و از زیر زمین بیرون آمدیم. اما سارا هیچ جا نبود. هیچ اثری از او پیدا نشد. صبح روز بعد،
کلبه را ترک کردیم، وسایلمان را جا گذاشتیم و دیگر هرگز به آنجا برنگشتیم. چند ماه بعد شنیدم که کلبه در آتش سوخت. هیچ کس نمی‌دانست آتش چگونه شروع شده، اما مردم محلی می‌گفتند گاهی صدای زمزمه ها و خنده ها هنوز از میان درختان شنیده می‌شود.